طبق ماه تولدت کدوم دمپایی برای توه؟ ماه اول دی مکعبای ژلاتینی ژله‌ای بد نی حال میده. بهمن پیتزا میشه گاز بزنم ازش از روش البته. اسفند کریستال درد میگیره پا اینو فقط دکوری بذاری. فروردین کاکتوس عزیزم سوراخ میشه پات. اردیبهشت ابر این عالیه خوش به حالتون اردیبهشتیا. خرداد عسل حال کن پاش مزه عسل میده پا عسلی. تیر شیشه‌ای اگه تیز نباشه میتونم بگم اوکیه امیدوارم تیز نباشه. مرداد آجر بدترین اینه تا الان ها. بدترین کدومه تا الان؟ آخر ویدیو هم بگیم بدترین کدوم بود. شهریور دمپایی یخی برای تابستون میتونه باحال بشه. مهر اسلایم عالیه اینم کنار ابری عالیه حال میده. آبان الماسی اینو دیگه خدایی بیرون نپوش که پا برنه برمیگردی خونه. و آذر گدازه